اشتباهات رایجی که باعث میشه انگلیسی نچرال به نظر نیاد، پارت 13. چیزی که امروز میخوام راجعش حرف بزنم لزوما یه اشتباه نیست، بلکه یه تفاوت گویشه و اونم دابل نگاتیوه. به این جمله نگاه کنین. I don't know nothing. میبینین جمله یه بار با don't منفی شده، یه بار با nothing منفی شده. توی انگلیسی استاندارد وقتی دوتا منفی با هم توی یه جمله میاریم جمله مثبت میشه. پس درستش توی انگلیسی استاندارد میشه I don't know anything. ولی I don't know nothing هم اشتباه نیست، بلکه تو گویش آمریکایی ها استفاده میشه. AAVE African American Vernacular English. AAVE این nothing دوم رو برای تاکید میارن. لزوما اشتباه نیست، ولی بهتره که توی محیطای فرمال استفادهش نکنین. مثلا تو رایتینگ ازش استفاده نکنین یا توی آزمونتون بهتر ازش استفاده نکنین، ولی اشتباه نیست. Follow for more.